سلام خدمت دوستان عزیز به آموزش مقدمات یونیتی خوش اومدین. این جلسه اول هستش و تو این جلسه قرار مباحث پایه مثل متغیرها و نحوه کدزنی رو ما آموزش بدیم و اینکه چطوری کد نویسی کلا کار میکنه و اینا. و خب شروع کنیم. اولین کاری که باید کنیم همیشه اینی که بتونیم ببینیم چجوری با یونیتی خود یونیتی کار کنیم. ما برای اینکه یه پروژه ایجاد کنیم میایم چون تو این نسخه جدید 2019 به بعد یونیتی هاب از یونیتی جدا شده، برای کرک کردنش هم خیلی تاثیر داشته و کرکش هم فرق کرده. اگر این نسخه 2019 به بعد دارین کافیه که بزنین یونیتی هاب، صبر میکنیم تا باز بشه. خب من یه پنجره برام میاد و همونطور که می‌بینیم 4 تا منو اینجا داره، زده پروژکت، لرن، کامیونیتی، اینستالز. تو بخش پروژکت که تابلو دیگه ماجرا از چه قراره، ولی لرن یک سری آموزش ها هستش که البته معمولا حالا بهتره که به فیلتر شکن وصل باشید تا بتونید دانلودشون کنید. این هم بخش معمولا مال خدمات خود یونیتی هستش که البته نسخه بتا هم هستش. و بخش اینستالز. این نسخه از یونیتی یه خوبی که داره، وقتی شما یونیتی هاب رو دارین، چون یونیتی هاب به صورت جدا نصب شده، شما میتونید از نسخه های مختلف یونیتی مثلا 5 2019 2020 و رو نصب کنید و اینجا داشته باشین و زمانی که میرین تو قسمت پروژکت، شما وقتی این فلش کنار نیو بزنین میتونین بر اساس اون نسخه مورد نظر که نصب کردین بر اساس همون نسخه پروژه بسازین. یعنی مثل اون نسخه های قدیم لازم نبود که تو هر نسخه وارد بشین یه ساعت و بعد با اون بسازین و ندونین با چه نسخه ایه. این یه خوبی هم که داره، اینجا میزنه مثلا این پروژه مربوط به این نسخه از یونیتی هستش یا اینکه پلتفرمش این مثلا حالا اینجا من مشخص نکردم، یا اینکه مثلا آخرین تغییراتی که ایجاد شده و اینا مثلا کی بوده. چیز خیلی خوبیه، پیشنهاد میکنم حتما از این نسخه های 2019 یا 2020 استفاده کنید. البته حالا فعلا 2020 ممکنه یه سری مشکلات داشته باشه، برای همین از 2019 استفاده کنید خیلی بهتره. برای ساخت پروژه هم میتونید از دکمه نیو استفاده کنید، گزینه نیو استفاده کنید. یه پنجره بر من باز میشه. اینجا ما 5 مورد داریم: 2D، 3D، 3D with extras، High Definition RP، Universal Project Template. این 5 مورد ما داریم. اینا دیگه که به جز این دوتا اول که 2D و 3D هستن، اینا دیگه حالا یه سری قابلیت خاص دادن. مثلا حالا یه سری این دوتا آخر مثلا پایپلایناشون فرق داره معمولا. در صورت شما اگه یه پروژه خام میخواین بهتره که از همین مثلا حالا اگه 3D میخواین کار کنین رو 3D بزنین، یا اگه 2D میخواین کار کنین رو 2D بزنین. این نکته حتما توجه کنین که اگر واقعا میخواین 3D کار کنین رو 3D کار کنین، چون 2D مثل 3D نیست. شاید مثل هم باشن ولی مثل هم نیستن. بعد دیگه اگر ممکنه شما یک پروژه داشته باشین از قبل، بعد ویندوز رو مثلا عوض کنین یا هر چیز دیگه که مثلا مجبور بشین یونیتی هاب رو از دوباره نصب کنین، اون زمان شما این لیست دیگه ندارین. شما این لیست دیگه در دسترس شما نیست که چه پروژه هایی رو ساختین یا باز کردین یا اصلا حالا ایجاد کردین. در صورت برای این کار شما رو اد کلیک میکنین و مکان مورد نظر اون فولدر پروژه‌تون رو مشخص میکنین. من وارد پروژه‌ام شدم. وقتی که یک پروژه میسازین یا حالا وارد پروژه‌تون میشین، معمولا یک همچین صفحه‌ای هستش. ما اینجا تو قسمت اسست اینجا یک فولدر داریم که البته اینو من ساختم. اینجا یک فولدر به نام سینس داریم که البته حالا این مطالب مربوط به یو آی و اینا رو کار میکنیم تو جلسات آینده. این جلسات اولی فقط مختص برای سی شارپ و اینا داده شده، برای اینکه و اینکه الان اسکریپت تو مال یونیتی اسکریپت به صورت اسکریپت نویسی هستش. یعنی چه دوستان؟ یعنی اینکه اگر حالا یه سری دوستان ممکنه با ساخت نرم افزار اینا آشنا باشن،
میدونن که اگر مثلا حالا روی دکمه روی باتنی چیزی دوبار کلیک کنن، برای اون باتن یه دونه دستور نوشته میشه که مثلا بگه مثلا در صورتی که روی این کلیک شد بیاد این سری چیزایی که کاربر مینویسه رو، اون دیولپر مینویسه رو بیاد اجرا کنه. خب تو یونیتی به این شکل نیستش. تو یونیتی شما مثل بعضی نرم افزار دیگه اسکریپت نویسی میکنیم. اسکریپت نویسی هم به این معنی هستش که شما چون که بازی اگه متوجه شده باشین، بازی مثلا ممکنه یه قسمت جون باشه، یه قسمت اصلا در کل همش به دکمه اینا بستگی مرتبط نیستش، برای همین به صورت اسکریپتی هستش. و اینکه کلا برای ساخت اسکریپت هم میتونین این مرحله رو اقدام کنین. میان کلیک راست میکنین دوستان، create و C# اسکریپت. توی این قسمت عنوان C# اسکریپت حتما توجه داشته باشین که زمانی که اسمشو میخواین وارد کنین از عدد گذاشتن پرهیز کنین. یعنی کلمه اول نباید عدد باشه، بینش میتونین عدد بذارین یا آخرش، ولی وسطش ولی اولش نمیتونین عدد بذارین، چون که به عنوان اسم اون یک اول در نظر گرفته نمیشه. بهتر که نذارین. و اینکه یک مورد دیگه هم هستش، هیچ فاصله هم نباید بذارین هیچ وقت. یعنی به عنوان مثلا من میخوام بذارم جلسه اول، خب اینجا شاید الان قبول کنه، درسته؟ اینجا شاید قبول کنه، ولی زمانی که وارد پروژه میشین این مشکل وجود داره که شما یه ناهماهنگی با اسم داخل اسکریپت داشته باشین و موقعی که میخواین از این اسکریپت استفاده کنین تو حالا اشیاء بازی اینا بهتون ارور میده و میگه اسمشون یکی نیست. چون تو کد نویسی معمولا وقتی که فاصله باشه، یعنی مثلا یه متغیر جدا یا یه دستور جدا یا یه اسم جدا، اینجا شاید اسم باشه ولی اونجا ایراد داره. پس حتما یک چیزی بینش بذارین. مثلا یک این شکلی. حالا البته من چون یه بار ساخته بودم اینو من پاکش میکنم. و اینکه مثلا الان ما این اسکریپت ها همیشه باید توسط یک نرم افزار دیگه باز بشن، چون به تنهایی یونیتی نمیتونه اینا رو اجراشون کنه و بتونیم کد نویسی کنیم. مثلا حالا گیم منیجر اگه اشتباه ببخشید اسم الان نرم افزارش الان یادم نیست، ولی چند نرم افزارهایی هستن که داخل خودشون میتونین کد نویسی کنین، ولی یونیتی از این قاعده برخوردار نیست. برای اینکه بتونین به یک نرم افزار دیگه وصلش کنین لازمه که شما نرم افزار مربوط برای همین کار کد نویسی داشته باشین که برای همین اسکریپت نویسی نباشه. ویژوال استودیو داریم، ویژوال استودیو کد که حالا مخففش میشه وی اس کد داریم، رایدر داریم، خیلی نرم افزارهای دیگه هم هست. احتمالاً من این سه مورد رو میدونم چون این سه مورد معروف هم هستن. مخصوصا رایدر و ویژوال استودیو خیلی مچن با یونیتی، ولی ویژوال استودیو کد زیاد راحت نیست وصل کردنش به یونیتی، حتی یه سری مشکلات کلا پیش میاد. حالا آموزش نصب ویژوال استودیو و رایدر هم گذاشته میشه تو گروه. ما اینجا برای اینکه بتونیم تعیین کنیم این اسکریپت با چه نرم افزاری باز بشه و بتونیم ادیتش کنیم، میایم تو منو ادیت، پرفرنس و اکسترنال تولز. درست؟ اینجا من خودم ویژوال استودیو 2019 رو انتخابش کرده بودم، ولی وقتی که شما دفعه اول باشه اینجا اینه Open by File Extension، یعنی اونی که به صورت دیفالت الان نصب هست رو سیستم. اگر شما ویژوال استودیو فقط نصب داشته باشین خب با همون ویژوال استودیو شناسایی میکنه، ولی خب بهتره که رو خود گزینه ویژوال استودیو کلیک کنیم که مشکل دار نشه و بیشتر مچ باشه. اینم از این. و این که میخوایم بگیم که کدنویسی چجوری عمل میکنه. من دوبار روی این کلیک میکنم، روی این اسکریپت صبر میکنیم تا باز بشه.
این چون یکم باز شدنش تو سیستم من طول میکشه، من یه پاز میزنم. خب دوستان، این صفحه کدنویسی برای من باز شدش و اگر مشکلی داشتین تو نحوه برقراری ارتباط بین ویژوال استودیو و یونیتی، میتونین تو گروه سوالتون رو بپرسین، مشکلی اصلا نداره. حالا کدنویسی چجوری کار میکنه؟ کدنویسی به این شکل هستش که این معمولا اسکریپت ها یا کلا کدنویسی به این شکل هستش که این میبینیم که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اینا به آخر زده. اینها انگار ردیفای انگار هر خط هستش. حالا چه فایده ای داره؟ نگاه کنین تو کدنویسی دستورات از بالا یکی یکی خونده میشه. یعنی اول این خونده میشه using system.collections و using system.collections.generic و using unity engine. به ترتیب یکی یکی خطا خونده میشه تا میرسه به این که مربوط به اسم پروژمون هستش و انگار مشخص میکنه کلاسمون. حالا اینجا ما یک سری انگار وید ها هم داریم، یک سری لایبرری ها هم داریم که الان براتون میگم. من اینا رو پاک کنم. خب نگاه کنید دوستان، ما برای اینکه بتونیم از دستورات استفاده کنیم باید به اون کتابخونه اون نرم افزار متصل باشیم. حتی شما اگه بخواید نرم افزار هم حتی تولید کنین، باید به کتابخونه هایی دسترسی داشته باشین تا بتونین از دستورات داخلش استفاده کنین. اگه این 3 کتابخونه الان نباشن، یه جورای این متن ها هم وجود نباید داشته باشن، تشخیص داده اصلا نمیشن. چون این مخصوصا این یونیتی انجاین، الان من یونیتی انجاین رو پاکش میکنم، میبینیم که استارت و آپدیت شناسایی نمیشن. چرا؟ چون اون کتابخونه مورد نظرشون شناسایی نشدن، تعریف نشدن. برای همین هر کتابخونه یک سری کدهای خودشو داره، یک سری دستورات مشخص خودشو داره. شرمنده دوستان، این سیستم یکم اذیت داره میکنه. من پاز میزنم. شرمنده دوستان، یک سری موارد اتفاق بین ویدیو معمولا پیش میاد. خب داشتیم میگفتیم، پس این کتابخونه ها مشخص میکنن که ما چقدر انگار اطلاعات بتونیم توی صحنه استفاده کنیم. نوع استفاده از اونا که بستگی به خودمون داره. شما هر گونه الگوریتمی میتونین روی این کداتون اجرا کنین و پیاده کنین، ولی این که حالا اون کدی که میخواین باید ببینین توی چه کتابخونه‌ای هستش. معمولا الان تو این سری آموزشی که ما استفاده میکنیم، همین 3 تا کتابخونه کفایت میکنه. و اینکه void start و void update چی هستن؟ نگاه کنید دوستان، ما چند تا حالت داریم تو بازی، درسته؟ تو انگار اپلیکیشن ما یک حالت هستش که بازی تازه شروع میشه، اجرا میشه کلا. یک حالت هم هستش که وسط بازیه. خب مثلا ما میخوایم یه کاری انجام بدیم، میگیم فقط میخوایم این یه بار انجام بشه، اونم هم اول که میریم داخل بازی، بعدش دیگه اصلا اجرا نشه. میتونیم برای این کار از دستور void start استفاده کنیم. چطوری؟ به این صورت که ما میتونیم بین این براکت ها دستورمون رو بنویسیم و یه جورایی این یک حلقه باز کردن این براکت ها که انشالله در آینده بیشتر میریم طرفش. الان ما با این حلقه ها زیاد کاری نداریم با این براکت هامون. void update هم به همین شکل. اگر میخواین از void update استفاده کنین، میتونین بین این 2 تا براکت که باز و بسته هم هستن بنویسین. خب حالا ما میخوایم متغیرها رو تعریف کنیم. متغیرها چی هستن؟ من یه مثال خوب میخوام بزنم. شما زمانی که یه بازی که دارین انجام میدین، یک مثلا بازیکنتون جون داره، درسته؟ مثلا از جونش 5 دونه است یا 5 عدده. این 5 عدد کجا باید ذخیره بشه یا ازش کم و زیاد بشه؟ خب طبیعتا یه حافظه میخواد، درسته؟ یه حافظه میخواد. اون حافظه متغیرها انگار تشکیلش دادن. شما انگار برای تو حافظه متغیرها نگاه کنید دوستان. ما اگه اینو یک
کل کامپیوتر، حافظه کل کامپیوتر رو در نظر بگیریم، متغیرها میان یک بخشی از حافظه رو میگیرن. مثلا یک متغیر اینقدر میگیره، یک متغیر هم اینقدر. البته این به صورت شکلی هستش، زیاد روش اعتماد نکنید، ولی در کل به صورت کلی و شکلی این شکلی. حالا ما مثلا یکی از این متغیر میتونه برای جون باشه، یکی مثلا برای امتیاز باشه و چیزهای دیگه که قابلیت ذخیره شدن دارن. البته این متغیرها موقتی هستن و زمانی که بازی انگار از حالت اجرا بیرون بیاد، اینها هم یه جورایی پاک میشه همه اطلاعات داخلشون و طبق کد دوباره اگه بازی انگار بریم داخل بازی، طبق کد هرچی که بهش دادیم دوباره عددشون برمیگرده حالت اولشون. ما انواع متغیرها داریم دوستان. ما اینست رو داریم، ما دابل داریم، فلوت داریم، استرینگ داریم و خیلی متغیرهای دیگه. بیشترین کاربردمون از همیناست. خب اینت و دابل و فلوت و استرینگ حالا تفاوتشون با هم چیه؟ تفاوتشون تو اینه که اینت اعداد صحیح دریافت میکنه، من اینجا بزنم اعداد صحیح، دابل اعداد اعشاری ساپورت میکنه، فلوت هم همینطور اعداد اعشاری ساپورت میکنه، استرینگ هم متن. حالا با خودتون میگی خب دابل و فلوت چه تفاوتی با هم دارن؟ دابل اینا هر کدوم از متغیرها یک محدوده‌ای دارن برای انگار دریافت عدد و حالا اندازه و اینا. مثلا اگر اینت 900 و مثلا به عنوان مثال اگر فلوت مثلا 999 تا 999 قبول کنه داخل خودش بریزه، دابل تا 9999 داخل خودش میریزه. و اگر ما سعی کنیم داخل فلوت 9999 بریزیم، با ارور مواجه میشیم که میگه بیشتر از این مقدار انگار اصلی خودش نمیتونه داشته باشه و ما باید در اون صورت از یک متغیر دیگه مثل دابل استفاده کنیم. استرینگ هم که برای متن هستش دیگه، تابلو که میتونین داخلش متن ذخیره کنین. حالا فعلا با ما زیاد با استرینگ کاری نداریم. یک مورد دیگه هم بود که یادم شد، برای چار که کاراکتر دریافت میکنه. یعنی چی؟ یعنی فقط شما یک کلمه A یا B یا C یا D یا هر چیز دیگه رو فقط میتونین بهش بدین، نه اینکه مثلا بزنیم A B. در کل یعنی یک حرف رو قبول میکنه و دیگه به این شکله. و حالا کاربرد و حالا از متغیرها چطوری میتونیم استفاده کنیم؟ متغیرها شکل نوشتنشون این شکلیه که اول ما میایم چیکار میکنیم؟ اول میایم مثلا خود همین اینت رو مینویسیم یا همون اسم، حالا نوع متغیرمون اینجا میزنم نوع، بعدش اسم میدیم. چون اگر ما میخوایم یک دونه انگار متغیر ایجاد کنیم، بعد اون متغیر یه اسمی هم داشته باشه، یه حافظه بعد یه اسمی هم داشته باشه که بتونیم اونو نسبت به اون متغیرهای دیگه، نسبت به اون حافظه دیگه جداش کنیم، بتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. این که الان اینت خب نوع مینویسیم، مثلا اینجا میتونه فلوت باشه، اینجا هم اسمو مینویسیم. من مثلا اسمشو میذارم A مثلا، حالا هر چی که خودتون دوست داشتین، فقط نباید اولش یک باشه، اولش نباید یک باشه، این یک اصلا نباید باشه، یا مثلا عدد کلا نباید اولش باشه، آخرش AB ندارم، اولش نباید باشه، مثل همون اسم اسکریپت که من گفتم. تو کد نویسی به این شکله. حالا ما تو C#، حالا دوستانی که کد نویسی کردن یکم میدونن اینو، که ما تو C# یا C++ یا C، زبان C، یا حالا یک سری زبان‌های دیگه که مثلا جاوا هم اگه اشتباه نکنم بود، که ما آخر این تعریف کردن متغیرها باید بیایم یه دونه بذاریم من اینو درستش کنم، باید یه دونه نقطه ویرگول بزنیم.
چرا؟ چون که بعد اینو محدوده داشته باشه متغیر، بگیم خب این شد، این اسم، این خود نوعش شد، اینم اسمش شد، حالا ما که کاری نداریم باهاش میخوایم ببندیمش، بریم سر متغیر بعدیمون. مثلا متغیر بعدیمون فلوت هستش به نام بی مثلا، اینم میبندیمش. اگر اینا نباشه، یکی اینکه ارور میده، یکی اینکه از نظر عقلی هم بخوایم فکر کنیم میبینیم که این دوتا سیستم نمیتونه شناساییشون کنه. درست شد؟ حالا ما میایم توی این اسکریپتمون و خب میبینیم که یه سری جاها پرانتز هست، یه سری جاها براکت هستش. خب این براکت کاربردش چیه؟ که گفتم این مربوط به حلقه میشه. ما معمولا برای حلقه ها آخرشون نقطه ویرگول نمیذاریم، به این دلیل که نمیخوایم ببندیمشون، میخوایم باز باشن. و اینکه حالا میخوایم حالا اینجا استفاده کنیم این متغیر رو، مثلا میزنیم int. خب یک نکته مهم، همیشه متغیرها اگر در حالت معمولی باید توی خود صفحه اصلی کلاس باشه. مثلا میزنیم int. حالا این که نوعش شد میخوایم چی بذاریم؟ مثلا اسمشو a میذارم مثل همونجا، یک عددم بهش میدم مساوی مثلا 2، یه دونه نقطه ویرگول هم آخرش میذارم که بسته باشه. خب این مساوی چی کار دقیقا انجام میده؟ این مساوی به این معنی هستش که هر چی سمت راسته رو بیا محاسبه کن، حالا انجام بده، بعدش بده به سمت چپ. یعنی این مقدار آمون اگر این 2 رو نمیذاشتیم اتومات به صورت 0 بود. یعنی اگه ما اینجا مثلا علاوه بر یکش میکردیم، عدد بهش اضافه میکردیم، بخوایم چاپش کنیم 1 به ما میداد. درسته؟ خب حالا اگه ما اینجا 2 بهش بدیم، میگیم به جای که 0 باشی تو، میگیم بهش به جای که تو 0 باشی بیا عدد 2 باشه، اون حافظه مقدار 2 رو داشته باشه به جای 0. به این صورته. حالا میایم اونای دیگه هم، حالا نوعای دیگه هم تعریف میکنیم. مثلا میزنیم فلوت، مثلا اسمشو بی میذارم، مقدارش مثلا حالا 1.5، حالا هرچی که دوست داشت. بستگی به کاربردتون داره که میخواین کجا استفاده کنین، چون این کاربرد خیلی مهمه. مخصوصا این که دوستان یک نکته که یادم شد اینه که هستش که هر کدوم از این انگار متغیرها یک حجم یکسانی از حافظه نمیگیرن، بلکه هر کدوم نسبت به اعدادی که قبول میکنن، حجمی که قبول میکنن، میان انگار حجم میگیرن از حافظه. به عنوان مثال فلوت از دابل کمتر حجم میگیره. چرا؟ چون دابل عدد بیشتری هم ساپورت میکنه. اینا معمولا توی گوگل بزنین هستش، من الان ندارم این اطلاعاتشو، ولی راحت پیدا میشه اطلاعاتشو. خب برمیگردیم به ویژوال استودیومون. خب داشتیم تعریف میکنیم، مثلا دابل هم میزنیم 5.5، حالا هرچی. توجه کنیم که هر بار که ما یه اس تعریف میکنیم، البته تو نرم افزار مختلف فرق داره، ولی تو ویژوال استودیو زمانی که یه اسم تعریف میکنین اون اسم خاکستری میشه، توجه کرده باشین، یا حالا رنگش کلا عوض میشه. اون یعنی اینکه به عنوان اسم شناسایی شده. حالا ما استرینگ هم تعریف میکنیم برای اینکه قشنگ واضح شده باشه دیگه این ماجرا. میزنیم string d مساوی بر 6. شرمنده. میزنیم string دابل کوتیشن و وسطش حالا مثلا یک چیزی میزنیم، مثلا میزنیم سلام. درست شد؟ با نقطه ویرگول هم میبندیمش. خب حالا میپرسه این دابل کوتیشن چیه؟ این دابل کوتیشن مشخص میکنه که اگر نگاه کنید دوستان، اگر ما 2 تا دابل کوتیشن بذاریم، این وسطش چیزی بنویسیم، این وسطش رنگش هم تغییر میکنه، چون این وسطی به عنوان متن شناسایی شده. هرچی که اینجا ما بذاریم، هرچی که ما اینجا بذاریم به عنوان متن. عدد هم بخوایم بذاریم اصلا مشکلی نداره، چه اولش باشه چه آخرش باشه، چه علامت چی باشه چه علامت چی نباشه، در اصل به عنوان متن برمیگردونه. به همین صورت به عنوان متن برای ما برمیگردونه. اینا مباحث پایه بود. ببینم چقدر فرصت داریم.
دیگه زمانمون به اتمام رسیده، بقیهش برای جلسه بعدی باشه. موفق باشید.